با فیگما میشه چیکار کرد؟ فیگما یه نرم افزار طراحی بر بستر وبه. تو میتونی با فیگما وایر فریم طراحی کنی، میتونی وایر فریماتو تبدیل به پروتوتایپ کنی. خب حالا چی؟ برای اینکه بتونی فیگما رو به صورت حرفه‌ای شروع کنی نیاز داری که اکانت پریمیومتو فعال کنی. به یه برنامه کلاسی نیاز داری. برنامه کلاسیتون رو به صورت JPG ذخیره میکنید و وارد این آدرس میشید. مطابق با این عکس اطلاعاتت رو پر میکنی و بعد از اینکه روی دکمه تایید کلیک کردی همون لحظه اکانت ادویکیشن واسط فعال میشه. خب وارد محیط فیگما میشیم. این بالا شما میتونید نیو دیزاین فایل رو بزنید، نیو فیگ جم فایل رو بزنید که حالا بعداً راجع به فیگ جم صحبت میکنیم. از اینجا میتونید وارد بخش فیگما پرزنت بشید و یا فایل جدیدی رو ایمپورت کنید. 3 تا پروژه به صورت پیش‌فرض توی درافتتون ذخیره شده. از این بخش بالا شما میتونید عکس پروفایلتون رو عوض کنید، تم صفحه رو عوض کنید و نسخه دسکتاپ رو نصب کنید. از این بخش وارد اکانت فیگما کامیونیتیتون میشید. حالا بعداً توضیحات کاملش رو تو ویدیوهای بعدی میذارم. نوبت اینه که اولین تیم حرفه‌ایمون رو بسازیم. روی چوز تیم کلیک میکنیم و تیمی که به صورت پیش‌فرض ساخته شده رو انتخاب میکنیم. بعد وارد صفحه پرداخت میشیم که خب چون ادویکیشنمون فعاله همه هزینه ها صفره. ویژگی‌های متفاوتی باعث میشه که اکانت ادویکیشن فیگما قابل اهمیت بشه برای ما، مثل اینکه ما میتونیم تعداد بی‌نهایتی پروژه و تیم اضافه کنیم و افراد متفاوتی رو به تیممون اضافه کنیم که دسترسی ادیت داشته باشن و خب توی پلن رایگان فیگما شما بیشتر از 3 تا صفحه نمیتونید برای هر پروژه داشته باشین و خب این یه ذره دست آدم رو میبنده. بهتره که از ابتدا شما اکانت ادویکیشنتون رو فعال کنید و شما بعد 2 سال دوباره میتونید با همین روش اکانت فیگماتون رو آپگرید کنید برای 2 سال بعد. بازم اگه سوالی داشتید توی کامنت ها بپرسید. کانال یوتیوب هم سابسکرایب کنید چون کلی ویدیوی خفن درباره طراحی محصول و رابط کاربری و تجربه کاربری قراره که آپلود بشه. مرسی تا اینجای ویدیو منو نگاه کردین. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.